سلام، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. یه روز دیگه، یه ثانیه دیگه، یه ویدیو دیگه و یه سری راهکار احتمالاً عجیب و غریب دیگه برای اینکه بتونید در طول 2 ماه باقی مونده از پاییز 1404 سطح زبانتون رو یه نیم سطح هم که شده بالاتر ببرید و به هدفتون نزدیکتر بشید. جاتون رو عوض کردم چون حس کردم دوربین تو حلقمه، ولی من امروز آماده اومدم. I understood the assignment و برای خودم یه لیست تهیه کردم. با خودم گفتم سمی، اگر برمیگشتی به پاییز 1397 روزی که اولین بار رفتی دانشگاه و فهمیدی که اوکی من زبانم خوبه ولی خیلی وقته که تمرین نکردم، کلی افت سطح داشتم، بچه هایی که الان توی دانشگاه هم کلاسیاتن خیلی خفنن و سطحشون بالاه و تو هیچ وقت کلاس زبان نرفتی و الان باید با این افراد هم کلاسی بشی و امتحانای دانشگاهی زبان انگلیسی رو دووم بیاری توشون، خیلی سرت برسی. و این اون خاکاییه که من تو سرم مشت ریختم توی اون پاییز و نتیجهش رو توی دیماه زمانی که داشتم امتحانات آخر ترم رو میدادم دیدم. حالا میخوام دونه دونه تک تک براتون بخونم چون یه لیست تهیه کردم، نشستم فکر کردم که دقیقاً چی کارا کردم و میخوام دقیقاً به شما هم یاد بدم که همون کارا رو کنید. سکریپتینگ یا ترانسکرایبینگ، هر چیزی که میخوای اسمشو بذار، ولی این کاری بود که من واقعیتش خیلی مجبور شدم انجام بدم. یعنی یه جورایی یه توفیق اجباری بود برای من نوعی، چون وقتی که رفتم سر کلاس‌های دانشگاه، خب من رشته بیسم تجربی بود و از تجربی رفتم زبان خوندم و درسته که زبانو خیلی دوست داشتم، زبانم اون موقع خیلی خوب بود، ولی به خاطر اینکه چندین سال درگیر نهایی و کنکور و چیزای اینجوری تجربی بودم و میدونید چه ماراتون وحشتناکیه، واقعا نتونسته بودم اونجور که باید و شاید به زبانم برسم. کلی افت سطح داشتم، واقعا دیگه داشتم هلاک میشدم توی دانشگاه و به این نتیجه رسیدم که من واقعا انقدری از محیط زبان دور بودم که وقتی استاد داره حرف میزنه من یا میتونم انقدری تمرکز داشته باشم که ببینم چی میگه که اگه ازم سوالی پرسید بتونم خودم رو جمع جور کنم که جواب بدم، یا میتونم نوت بردارم و همزمان هر دوتای این کارا رو نمیتونم انجام بدم. و کاری که کردم، اتفاقی که افتاد این بودش که من میومدم تمام کلاس رو ضبط میکردم. خب کل کلاس، یعنی 1 ساعت و ربع از کلاس من گوشیم روی وایس رکوردر بود و داشتم صدای استاد رو ضبط میکردم و در طول کلاس هیچی نمی نوشتم، کاملا فقط به صدای استاد گوش میدادم. اون اینتراکشن حالت عادی رو داشتم که حالا عقب نیفتم، نمره ازم کم نشه، چون منی که اینجام از اوناییم که خیلی نمره محورم و برام اون پرفکشنیست درونم اینجوریه که نمره و واقعا نمیتونستم که بیخیال این موضوع بشم و خیلی انگزایتی شدید میگرفتم اگه نمیتونستم جواب استادو بدم. مثل بقیه نبودم که بگم بلد نیستم. ولی مسئله‌ای که وجود داشت برای من نوعی این بود که وقتی برمیگشتم خونه ساعت ها میشستم، هندزفری میذاشتم و تک به تک کلمات رو مینوشتم توی جزوه‌ام، چون میدونستم آخر ترم من الان در حال حاضر انقدری کنترل و تسلط ندارم روی درسام که بخوام مثلا آخر ترم یه دونه بولت پوینت بنویسم مثلا فلان و مغزم پردازش کنه که این بود این و کل حرفای استاد یادش بیاد. نه، پس هر اینجا همه رو می نوشتم و این کار در طول 2 ماه خیلی به من کمک کرد. یه جوری شد که من واقعا امتحانای اون ترممو خیلی بهتر از اون چیزی که فکر میکردم دادم و انقدر این کار خوب بود که ادامهش دادم و حتی بعدش برای زبانهای دیگه هم که داشتم میخوندم ترانسکرایبینگ رو امتحان کردم و ببین works like magic. مورد بعدی که میخوام انجامش بدید دقیقاً کاریه که خودم هر بار میکنم، مخصوصا برای فرانسوی و انگلیسی، چون بقیه چیزایی که دارم یاد میگیرم متاسفانه توی بازار هیچ چیزی ازشون موجود نیست، ولی ازت میخوام اکتیو شاپینگ انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی میری یه دونه پفک میخری، همه محصولات همشون سکین کیر، محصولات سوپرمارکتی، نمیدونم هر چیزی که با پکیج هست و بسته‌بندی داره 100% روش یه سری توضیحات انگلیسی نوشته. از این به بعد ازت میخوام هر محصولی که اومد تو خونتون یا هر محصولی رو که رفتی بخری، اگر تیشرت بود نوشته روی تیشرت، اگر
بستنی موادش و چیزایی که هست. اگر مثلا من حتی در این حد میگم که یه سری از لباسات داخلشون لیبله، مثلا که توشون حالا پشت گردن یا این پایین نصب شده، مثلا راجع به اینکه آیا میشه اتو کردون لباسو یا نه، آیا میشه مثلا با دمای بالا شستش یا نه، راجع به اینجور چیزا نوشته. حتی اونا رو هم بخون. هر محصولی که دستت میاد و بردار، نگاه کن و با صدای بلند انگلیسیشو بخون. این واقعا ساده ترین کاریه که میشه کرد و من از چندین و چند سال پیش خودم رو عادت دادم که هر باری که یه محصول میاد دستم، به جای اینکه برم اصلا یا نگاش نکنم یا برم فارسیشو بخونم، انگلیسیشو بخونم. و ببین لغاتی از این کار یاد میگیری که تو خوابت هم نمیبینی، فقط با یه همین کار ساده. و نیازی هم به ریویو به اون صورت نداری، چون که اگر هی این کارو بکنی، محصولات مختلف که میاد دستت، میدونی چی میگم، هی اون کلمات توش تکرار میشه به نوعی. مثلا من خودم توی همون که هستم خیلی زیاد پیش میاد با شامپو کاندیشنرام این کارو بکنم و مثلا اون شامپو رو من 1 ماه استفاده میکنم، 2 ماه استفاده میکنم، ولی برام مهم نیست. هر باری که میرم تو همون، به جای اینکه آواز بخونم، به بدبختیام فکر کنم یا هر چیز دیگه، هر کار دیگه که من تو همون انجام میدن، من این کار میکنم. این هابی من توی همومه. 1 دونه، 2 تا، 3 تا و در حال حاضر 4 تا. من به اینا میگم journaling ecosystem. البته من نمیگم، همه میگن. من یک اکوسیستم ژورنالینگ برای خودم درست کردم. تو فقط میتونی اگر عادت به ژورنالینگ چیزا اینجوری نداری، از این مدل ژورنال استفاده کنی. این مدل ژورنال کردن رو من اینجا براتون میذارم. توی ویدیوی قبلی دقیق و کامل توضیح دادم که چیه، چطوری میتونی ازش استفاده کنی. و اگر تازه کاری، بهترین نوع ژورنالی که میتونی برای خودت درست کنی اینه برای شروع. ولی من این همه ژورنال مختلف دارم، تازه اینا اصلی ها 3-4 تا فرعی تر دارم که حالا الان خیلی کوچولو موچولو اون ریز میزون پایین بودن، نتونستم پیداشون کنم. ولی من با استفاده از اینا خیلی زیاد زبان یاد گرفتم، خیلی خیلی زیاد. یعنی مثلا اگر بخوام بگم، این چیزیه که من بهش میگم جانک جورنال و عملا با تمام چیزای کوچولو موچولویی که مثلا دور ریختنیه. مثلا اگر میرم جای غذا میخورم، رسید غذامو حتی نگه میدارم. اگر کسی بهم استیکر هدیه میده، رسیدش رو نگه میدارم. مثلا یه کافه‌ای هست که من و لیام خیلی زیاد میریم و توی این کافه یه سری نوت میذارن کنار قهوه و من همیشه این نوت‌ها رو جمع میکنم. اینجا یه کوچولو، یه داستانک کوچولویی راجبش نوشتم. یا مثلا اینجا لیام برام هدیه گرفته بود، 2 تا کیف گرفته بود و این کارتای اون آنلاین شاپی بود که کنار کیفا فرستاده بود و من همه رو انگلیسی مینویسم. یعنی این خیلی مهمه که انگلیسی انجامش بدی. من یه تیکه از یه کاغذ کادوی قدیمی بود، این نقاشی بود که خودم کشیدم، اینا یه سری استیکرهای به در نخوری بود که داشتم و یه داستان ترسناک یه صفحه‌ای کوچولو موچولو نوشتم. 23/7403، یعنی حدوداً 1 سال پیش. و من معمولا این مدل ژورنال ها رو خیلی زیاد دوست دارم و خیلی ازشون برای انگلیسی یا زبانهای دیگه که دارم یاد میگیرم استفاده میکنم و لزومی نداره که حتما شما از روزت بنویسی. مثلا من به نسبت نقاشی که کشیده بودم یه داستان انگلیسی خیلی خیلی کوتاه مثل کریپی پاستا نوشتم، یا کامن پلیس میتونی برای خودت داشته باشی. این دوتا، این من یه دونه مینیوز بود که توی کامن پلیس جورنال کردن بهتون گفتم که داشته باشید. جورنال کردن، من نمیدونم چرا این نمیتونم فارسی انگلیسی رو اصلا تفکیک کنم. گفتم یه دونه مینیوز داشته باشید. این دفتر مینیوز منه و بهش میگم Fall of Surprises. Fall of Surprises خیلی برای من دفتر قشنگی بوده همیشه. مثلا این شکلیه که من توی تک تک برگه های این، خب میبینید سکشن مثلا توی هر سکشن یه دونه جمله نوشتم. اوایل فارسی می نوشتمش، بعد اینجوری بودم که مثلا فرانسه بنویس، چرا انقدر بورینگی. و میام هر روز یه چیزی سورپرایز میشه برام. مثلا 18/7/1401 نوشتم سورپرایز امروزم نارنگی بود، بوی پاییز عجیب دلچسب بود. یه سری چیزایی نوشتم که نمیشه خوندشون. بذار ببینم چیز قابل خوندن براتون پیدا میکنم یا نه. خیلی خیلی خصوصی هست. 2/3/1402 یعنی میشد 2/3/2. هیچ سورپرایز و غافلگیری نداشتم. در نتیجه به انگلیسی نوشته بودم که تاریخ امروز قرینه شد و
تنها غافلگیری امروزم همین بود. یعنی میخوام بگم یه وقتایی اصلا نیازی نیستش که چیز خاصی بخوای بنویسی یا مثلا کار خاصی بخوای بکنی. صرفا خیلی باید حواست رو جمع کنی که خودت برای خودت، یعنی کل بازی همینه که خودت برای خودت سورپرایز درست کنی. و من اینو از پاییز 1401 شروع کردم. واقعیتش خیلی اینجوری نبوده که توش مستمر بنویسم، ولی همیشه دارمش و هر وقت که بتونم یه گذری بهش میندازم، سری بهش میزنم و خیلی باحاله. و اینم که کلا ژورنال روزمره‌مه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد زندگی. یعنی اینو بدزدین من بیچاره شدم. و در کنار تمام اینا این بود تمام اکوسیستم ژورنالینگ من و ازتون میخوام حداقل از یکی از اینا ایده بگیرین و انجامش بدین. این پاییز میتونه همین فال آف سورپرایزز باشه چون تک جمله‌ایه و اگر به ژورنالینگ خیلی سنگین یا حتی کامن پلیس ژورنال عادت ندارین با این شروع کنید و بعد گسترشش بدید. مورد بعدی خیلی ساده است. کتابخوانی یا کلا هر نوع متنی رو بخونی فقط یه چند تا کچ داره. It comes with some strings attached اصطلاحاً میگن توی انگلیسی. مسئله اینه که زمانی که میخوای از کتابخوانی برای بهتر کردن زبانت استفاده کنی باید با صدای بلند بخونیش. به لغاتش اهمیت نده اگر اوایل کارته و خیلی تازه کاری، صرفاً فقط بخون و با صدای بلند بخون and let your brain do the rest. و شاید باورت نشه میتونی به جای اینکه یه دفتر لغت برداری کلمه کلمه توی دیکشنری سرچ کنی یا چیزای اینجوری، صرفا فقط یه کتابی رو بخونی که ازش لذت ببری و تنها کاری که لازمه بکنی اینه که با صدای بلند اون کتابو بخونی. من پاییزها برام این پاییزه، این کتابه و این منم. پاییز برام همیشه فصل کتابخونیه و خودم هم دوره‌های کتابخونی خیلی زیادی دارم. اگر نیاز دارید صدای کسی رو بشنوید که کتابو براتون آنالیزم بکنه میتونید به آیدی ادمین که لینکش توی دیسکریپشن ویدیو هست پیام بدید، سراغ دوره‌های کتابخوانی رو بگیرید، یکم برای خودم تبلیغ کنم. و اینکه اگر که صدای منم لزوما خوشتون نمیاد بشنوید that's okay. میتونید صرفا یه کتاب بردارید، فقط باید حواستون باشه که زمانی که کتاب رو برمی‌دارید میخواید حالا دانلود بکنی، بخری، حالا هر چیزی، یه 2-3 صفحه ازش باید بخونی و اگر در هر صفحه از 5 تا لغت جدید بیشتر داشت یعنی اون کتاب برای تو نیست، اون کتاب در سطح شما نیست و خوندنش قراره تبدیل بشه به یک رنج بی پایان، چون هی یک سر باید بری سراغ دیکشنری، یک سر متوجه لغاتش نمیشی. پس اگر سطحت پایینه برو سراغ کتابای سطح بندی شده مخصوص زبان آموزا و اگرم سطحت بالاه که good for you. فقط حواست باشه رمانی که انتخاب میکنی خیلی کلاسیک نباشه یا چیز عجیب غریبی نباشه که خیلی سختت باشه خوندنش. و بونس پوینت اگر که کتابی که داری انتخاب میکنی ورژن صوتی هم داشته باشه که اول ورژن صوتیشو گوش بدی و بعد حالت شادوینگ طور انجامش بدی. اگر هم نداشت با صدای بلند با تمرکز بر لهجه، صداهای TH و اکثر چیزهایی که معمولا برات سخته، مثلا اگر معمولا ادجکتیو زیاد بلد نیستی دقت کن به ادجکتیوا. لازم نیست بنویسی، نوت برداری یا هر چیز دیگه ای. کاری که من خودم خیلی دوست دارم همیشه انجام بدم مارجین نویسی هست، یعنی کنار هر پاراگراف یه توضیحاتی بده. اگر مارجین نویسی بلد نیستین لطفا توی کامنت ها بگین که من بیام یه ویدیو کاملا راجع به مارجین نویسی و اینکه چجوری میشه ازش برای بهتر کردن زبان استفاده کرد بگیرم. اما در هر حال اینم از کار بعدی که خیلی توی پاییز میتونه بهت کمک کنه. کتاب خوندن با صدای بلند یکی از چیزاییه که نتیجهش رو توی کوتاه مدت میبینی، نه توی بلند مدت، چه توی لهجت، چه توی ساختارهای توی مغزت، چه توی روون شدن اسپیکینگت و حتی بهتر شدن دایره لغتت. And that is literally it. و واقعا اگر وقت و حوصله، خیلی وقتا حوصله اینو نداری که دفتر برداری، کتاب برداری، خیلی آکادمیک لیست لغت در بیاری و چیزای اینجوری، اگر فردی نیستی که با اینجور مدل خوندن احساس راحتی بکنی یا حتی یه وقتایی آدم تنبلیش میاد که اینجوری بخونه و تنبل میشه و اصلا انگار نمیچسبه این مدل خوندن به آدم و هی شروع میکنی به اهمال کاری، حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که توی این 1-2 ماه باقی مونده از پاییز این عادتهای کوچولو و خیلی لذت بخش رو به روزمرت اضافه کنی و واقعا اول دی میای بهم میگی صمیم من نتیجه این کار رو دیدم. پس لطفاً حداقل برای اینکه روی منو کم کنی و با خود بگی خب اوکی الان میرم انجامش میدم و اگه
جواب نداد میام میزنمش تو سر سمی، برو انجامش بده و بیا روی منو کم کن تو رو خدا. چون که اینا چیزایین، روش‌هایین که من ازشون مطمئنم، من رو سر این روش‌ها قسم میخورم، چون روش‌هایین که هم ذهن تو درگیر میکنن، هم چند پرپسه هستن، چند تا تارگت مختلف و هدف قرار میدن و همین که خیلی خوش میگذرن، کامان خیلی باحالن و اصلا وقت زیادی ازت در طول روز نمیگیرن، حالا به جز اون ترانسکرایبینگ که میتونی خیلی کوتاه انجامش بدی. ولی به صورت کلی این بود کل ویدیو. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه و اگر هر پیشنهادی دارین، هر سوالی دارین در این مورد، میدونین که I will always be there for you. خیلی مرسی که تا اینجا نگاه کردین، صدای من رو شنیدین. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی. بای.